پوش با چه قرار آمدید؟ سلاحتون رو پایان نکنید یا اینکه دخترتون رو پرانم. گوش کن برادر، باز میگویم وقتی که ما اومدیم پدرت مرده بود، هیچ کار کردن نمیشد. اکنون قبول کن پدرت مرد، هیچ کس گناهگار نیست. فهمیدی؟ من هم مادرم را از دست دادم، خیلی غم خوردم، خیلی زیق شدم. خیلی که فهمیدی حیات تنها برای تو مشکل نیست، این را قبول کردن مشکل است، لیکن حقیقت است. این متاسفانه پدرت مرده است. پرتو سلاح را، پرتو با من ده، باور کن. خیلی زیق شدم. بده. همدردی مرا قبول کن. خدا بیامرزدش. صبر جمیل. یاشار پسرم چیکار کردی تو؟ شد آرام شو. آرام شو. ادعای سنم راست است عمر. سنم به تو چی گفته است نمیدانم، لیکن این رو دان که من تنها تو را دوست می‌دارم و همه وقت تو را دوست می‌داشتم. این خیلی باشد، هیچ چیزی وضع نشده است. تو را نجات دادن خواستی همین طور. با سنم علاقت رو میکنی و ما میتوانیم همش رو از سر نو شروع کنیم. آخیر لیکن سرما، اگر از سنم جدا شوی به گپای تو باور میکنم، یعنی تو عوض نشده ای. من هم همش رو فراموش میکنم، کوشش میکنم عمر. جدایی را خداوند دوست نمی دارد. عائله دار شدن معنای آن را دارد که حیات نو را به دنیا می آری. جدا شدن رشته حیات و امیدهای این حیات را کندن است. هر عائله که برپا می شود این یک نوری حیات است. با این نورها قلب مردم روشن می شود. با این نورها انسانها خرسند و خوشبخت می شوند. جدا شدن باشد معنای آن را دارد که در بین مردم داغ‌های سیاه پیدا شد. خانه دار شوی، عائله برپا کردن، این یکی از رسالت‌های مهم انسانی است. در نزد خدا وعده دادن است. جدا شدن از وعده داده برگشتن است. به هر گونه فکر و عقیده مردم حرکت کردن هم خوب نیست. عائله را که برپا کردیم مجبور هستی آن را در پای داری. چقدر تهدید باشد هم، چقدر خطرها باشد هم، باید دانست که هر تهدید یک سوال امتحان زندگی برای ویران کردن عائله است. ببخشید خانم دکتر، ببخشید آقای دکتر، من از الان چی کار کردنم را ندانستم. بیا رفتیم یاشار، رفتیم. خیر. بیا رفتیم دخترم. وای بی تو دختری بیچاره میمرد. دختری مرا سوزاندی، اکنون او را هم میسوزانی. با او یگان چیزگویی دخیر. امک آقای عمر یگان گناه ندارن. چخیلی که شما فکر میکنید ما نگریخته ایم. وقتی که ما وظیفه‌مان رو اجرا میکردیم یک کاری سهو شد، بیهوده غم خوردید. بیایید رفتیم پدر. پنهان شو دخترم، پدرت اومد به فکرم. پنهان شو. چی شد ینگا جان؟ علیه درو کشو دخترم. بیا نمیگذارد سرجان، دشمن نمیگذارد. روبرویشون نمیخید و راست میستم. از سنکله نمیگذارد. چی میکنی پسرم؟ اجازت نمیدیم. از سنکله نمیگذارد. کی بوده است؟ ینگای فردوس آمدند. درید بچه به خونه‌تون خوب کنید. نقشم رو خیلی خوب از خود کردم مادر جان. زود به اتاق رفت. وقتی خوب شد
میدونید سرجان من کبوترها را دوست می‌دارم. در دهه امان من به آنها دام می‌دادم. آنها به من رام شده بودند. سلام دخترم، گفته هایم رو فکر کردی؟ پسرم رو میبخشی همین طور نه؟ فردوس مجبور نکن. میدونیم تو خونه آمدی، احوالت رو میدونیم. تو هم احوالی ما رو فهم. اکنون دخترم رو عذاب نده، احوالش رو بین. پسرم رو میبخشی فردوس تو چی نمیفهمی مگر؟ شکایتت رو پس گیر. میفهمی چیزی که شود کاردار نیستم، وگرنه میدونی چی کار میکنم. سردی فردوس خدایا چی شد به این زن؟ زیغ نشوید ینگه خدا جان، توبه یا توبه. من میکشم. چین دخترم. گرسنه موندم. خیلی گرسنه موندم. یگان بریدن نان نبود که میخوردم. شکمم بپوشم. پسرم باز گرسنه شدی؟ کمی پیش خوراک نخوردی مگر؟ ینگه تقویم با فکر تو بودم. کنی دخترم پینهان شو پدرت آمد. کنی زود پدرت مدینه تو. کنی خوش آمدید. لجام عمر رو کشیده نتوانستیم. اکنون به سرمون میبراید. نگریختم، بیهوده رفتیم. یک دیوانه آنها را داشته است، لیکن یگان چی نشده است. سرما به خانه اشان رفت، عمر هم رفت. صدقه؟ چرا خواده برین در اینجا راست ایستاده ای؟ هیچ چیز میگوشیم، هیچ چیز. چنکله رو نمیگیرند. مالش نمیگیرند. یک طرفیست. هیچ کس مرا گوش نمیکند مادر جان. اما سرم در کجا؟ یک چیز میپرسیدم. سنم گفتی؟ اما این سنم در اینجا چیکار میکند؟ البته در خانه است. از من پرس، من جواب بیدیم. هاشم جان بچه ها اما سنمشان رو خیلی یاد کردن. من نگفته بودم که نومی وای دختر را در این خانه به زبان نگیرید. اوف نمیگیریم آقای هاشم، نمیگیریم. ابا فکرم تو خیلی گرسنه مونده ای ها. من چنان خوراکای با مزه تیار کردم که خوراکای دوست داشته. راست میگویی صدقه؟ راست میگویم. شکمم خیلی درست مانده است. چه خیلی که میگوید دلی من در میده اش است. من اینو میدونم. با خدا جانی من در میده هم است. در میده هم میفهمم. کنی بیارتیم خوراکای با مزه پختم. برای چی خیلی شد سرجان؟ صدای تلفن است؟ شاید اکا یا خوب باشند. کمی پیش به من زنگ زده بودند. ماشینم ویران شد. امشب در یک خانه می ایستم. خواطیر نشو عمر. عمر گفتنی آدمی پست. با تو یگان کار کرد دخترم. گپ زن، من مادری تو هستم. از من پنهان نکن. التماس مادر چند مرتبه گویم من خوبم، هیچ چیز نشده است. حلیمه سرما رو به حالش گذار. من گرسنه‌ام. یگان چیز تیار نکردی؟ خدایا حمزه، از غمی بسیار خوراک پخته میتوانستم مگر رفتن نان و پنیر گرفته خود. خدایا توبه. اوف نگوی حمزه، اوف نگوی. من پگاه سحری بر وقت به تو خوراک میپزم و باز میدانی چی؟ از همه خوراکی دوست داشتم. روزی گذشته دیدم در نزد زمین هایمون زنبورق بوده است. سحر بر وقت به آنجا میروم، برای تو با دستان خودم جمع میکنم، بعد میپزم. بعد نخروب بین. میخوری همه طور نه؟ حلیمه میخوری، آخه تو زنبورق را دوست میداری کو. وای میانمه، این دردی میان مرا یگان روز میکشد. به سرمه تو نشان دیم میگویم دارو نویسد، لیکن هیچ وقتم نمیشود. یک روز به خانه ما بیا، به سرمه نشان ده. ما همسایه های نزدیک هستیم، شرم نکن بیا. سرمه هم دخترت میشود. مایلش خوب میویم. خدای توبه. انا در آنجا یک زنبورقی کلان بوده است. کلی رفته بینیم.
رو از اینجا کدینم حلیمه احتیاط شو رو از اینجا میگویم حلیمه خدا جان توبه حلیمه خدایا من چیکار کنم حلیمه من تنها تو رو برآوردن نمیتوانم بس اون زنگ زدن لازم آقای دکتر بیماری که در اتاق هفتم است من میبینم باری دیگر بینید سرما چی شد؟ با سنم گفتی که از جدا میشوی. هنوز سنم رو ندیدم حتی به خانه نرفتم سحر بر وقت جر زدم به جراحی در آمدم سرما کمی فرصت ده واقعه پسی واقعه شد از سپایش نمیبردارم آخر وی حامله دار است موضوع جدا شدن رو با او آهسته میکشایم میلش سرما خانه دار شدن آسان بود لیکن همین خیلی که پا همان وقت هم باید میشد همین قدر زود خانه دار شدید که این چه خیلی سرعت بود که تا حال من نمیشود عمر من حیرانم با سنم باید گپ زنم با او باید فهمونم یگان نافهمی نشد با سنم چقدر مهربان هستی کاش با من هم همین خیلی مهربان میشدی گوش کن سرما سنم کودک دار میشود در اینجا درباره یک کودک و حیات او گپ میرود در این خیلی وضعیت همه چیز را پرتافته رفته نمیشود هیچ نباشد کودک رو باید فکر کنیم البته باید فکر کنیم این رو در بین مردم به چشم خاک پاشیدن میگویند آقای عمر یعنی کار رو مشکل کردن میخواهد و باز میخواهد که من به عشق شما باور کنم همین طور شما با من مسخره بازی میکنید سرما تشکر آقای تیمور تشریفتان ما رو خیلی خرسند کرد صبح بخیر صبح بخیر خانم سرما شما شناس هستید؟ البته شناس هستیم همینطور نه خانم سرما بله همینطور آقای تیمور با بیمارخانه‌مون کمکی خیلی کلان کردن سلامت باشن اکنون وعده دادن که تجهیزات‌های لازمی را برای بیمارخانه میارن تشکری زیاد این محله من هم هست من برای کمک کردن به اینجا آمدم برای به محله هم کمک کردن بله اولاد آقای تیمور پیشتر در محله ما زندگی میکردن التماس میکنم خانم سرما با آقای تیمور بیمارخانه را نشان دهید کمبودی ها را با چشم خودشان بینن بهتر است مایلش خانم سرما شما رو در تلفن میپرسن تعجیلی با اجازت مرحمت خانم سرما الله چی؟ در کجا گفتید؟ فهمیدم حاضر می آیم چی شد خانم سرما؟ مادرم به خدام یک چخوری افتید است خدایا پدرم را باید یابم با پدرم خبر دادن لازم کجای نباشد شما رو میبرم خانم سرما ماشینم در بیرون است بیایید زودتر روید از چنکله نمیگذارد چنکله را به دشمن نمیدیم نمیگذارد آفرین پسرم خدا ذهنت رو زیاد کنه تشکر بیبی جان خداحافظ بچه خداحافظ بیبی جان خداحافظ خیر خدایا دخترم پدرت نبیند به خونه میروی بله مادر به مکتب هم میروم اکنون گریختنم لازم نمیشود دخترم عمر این خیل خطا نمیکند فهمیدی دقو پوش رفتم اوف چی شد هاشم چی شد؟ همه رفتن البته رفتن چی گفتنی بدم گوش کن ریشم رو گیرم میگویم نه به این نمودت عادت کردم باز تا بروی بریشت عادت میکنم که جوان میشوم زنک اکنون 20 ساله میشوم یک بارا تنگشه و بکسه هم درم یکی ببینی که دخترها از پسم شدند آشین چی شد با تو؟ جوان میشده زنها دخترها از پسد میشوند توف با قد و قامتت شرم کنه زود قهر نکن صدقه شوخی میکنم من با بالای تو گل میپاشم اگر صدقه عاشق من هستی همین طور چی ها میگویی تو ها؟ از این سالت شرم کن یا خدایا توبه هاشی چی شد با تو هاشی؟ خدایا با میشه که سنم رو دیدم چی خیلی باز سنم در خانه خودش؟ راست این دختر مرا دیوانه کرده است رفته با عمر خانه دار شد
از غذا بکنون به نظرم نموید. اوف اوف به نظرت نموده است. خدایا کاش که به مادرم هیچ چیز نشده باشد. غم نخورید، حاضر میرسیم. شما با من فقط راه را نشان دهید. مایش حاضر برای کلون که بر اومدید به طرف چپ گردید. فهمیدم. به این طرف، به این طرف، ما در اینجا بیایید. ها ما اینجا بیایید. خدا رو شکر. مادر بیایید زودتر مادر کجا؟ انا در آنجا. بچه ها افتید زودتر. خیلی به شما زنگ زدم. زودتر مادر. خدا خانم سلمان، ما با وی زنبروک جمع میکردیم که نخست سگ حمله کرد. میگریزم گفته بچه ها افتید. مادر به فکرم بیهوش شده است. باید فرامده او را براریم. هیچ گپ نی، او را میبراریم. من از ماشین رفته بند رو میارم. زودتر مادر جان. الو پدر مادرم بچه ها افتیده است. زودتر بیایید. янгаи фирдавс вай ман ба мактаб мерафтам. умар ҳам ба хона ҳанӯз наомадааст. чизе мехостед? шуморо гӯш мекунам. шикоятатро пас мегирӣ санам. янгаи фирдавс, чанд бор ба шумо гӯям, наметавонам, мумкин нест. чӣ хел будани доғанро ба шумо чанд маротиба гуфта будам. илтимос санам, илтимос маро ба ҳолам гузоред. санам, инро барои ту доған равон кард. дар дарунаш чӣ навишта шудааст намедонам. гир. модар احتیاط کنید آقای تیمور. آهسته. احتیاط کنید آقای تیمور. مادر جان خوب هستید؟ احوالشان خوب است انشاءالله. خدایا شکر. خدایا من در کجایم؟ و من چی شد؟ مادر جان چه حال داره؟ یکون جایتان درد میکنه؟ مادر جان خوب هستید؟ خوبم، فقط سرم چرخ میزند. مادر جان اکنون مرا دارید. آهسته. از اینجا برایم. نترس حلیمه نترس، حاضر رو میبرونم. санам, боз модарамро наранҷонӣ. агар модарамро наранҷонӣ ба ту сиррамро нақл мекунам. ва ту кӣ бадӣ кардааст? сабабгори ҳама балоҳое ки ба сарат омадааст кӣ аст мегӯям. агар модарамро ранҷонӣ дар пешат як дарахт мебурам. дарахтҳо хеле чиз пинҳон мекунанд санам, лекин хомӯшанд, доған. خدایا توبه. دوغان میدوند. янгаи фирдавс. آهسته‌تر. احتیاط شوید. آهسته مادر جان. آهسته‌تر. خدایا چی شد با من؟ خدایا مادر جان خوب هستید؟ یگان جایتون درد میکند؟ من خوبم دخترم. زود به بیمارخانه میبریم. حاضر. باید معاینه کنیم. آهسته‌تر. احتیاط شوید.
نتوانستم خانم در درون تو بوی پسرم است. میدونم خاطره هایت در داور باشد هم، لیکن تو خانه پسری من هستی. به تو ایستاده نتوانستم. سنم، یعنی قرارت رو دادی، شکایتت رو پس میگیری همین طور نه؟ بیا دخترم، به خانه درو. اینجا شین دخترم. میدونستم که احوال مادر رو میفهمی. تشکر دخترم. استو ینگه یک تا قهوه کنم، یک جای می نوشیم و چیکار کردنم رو فکر میکنیم. من اینجا برای درختم این سیرم رو به مانند دیگر سیرهایم در درونت پنهان میکنی. او مرا میکشم و از او تا ابد خلاص مییابم. اکنون برای به سرمه رسیدن یگان مانعی نمیماند. خدایا توبه. درخت نمیدر آمدم به این خونه، لیکن نتوانستم. بوی پسرم مرا کشید. انا قهوه تیار. پسر شما مرا داغنی شما کشت، حیاتم رو سیاه کرد، از مردن هم بدتر کرد. همین خیل میکنم که در حبس عذاب کشد. همه دلیل ها رو پیدا کرده به پلیس میدهم. وای داغنی شما را در حبس خانه میپسونم. وای حیاتی مرا سوزان، من حیاتی وای را میسوزانم. فهمیدید؟ پسرم را از من ربودم. نمیگذارم که یک تاری مویش کم شود. آقای تیمور، شما نمیشدید من در اون چاه میمردم. به خدا قریب دیوانه میشدم. این خوبیتون رو چطور برگردانم؟ مرا نجات دادن. نامتان را تیمور گفتید؟ بله مادر جان. مرا مادر جان میگوید. دیدید تربیه رو؟ من همیشه زنان همسین و سال مادرم را همین خیل میگویم. همین خیل تربیه گرفتم از والدانم. خدا رو شکر ینگه حلیمه، حالشون خوب است. خدا رو شکر خوبند. بیا به خانه رویم. روی بعضی ها رو دیدن نمیخواهم. آن همینجا، در اینجا.
درخت دوغن این است. رفتیم مادر جان، با دقت راه بردیم. مرا سر شوید مادر جان. من خودم راه گشته میتوانم. تشکر پسرم تیمور. سرمن دخترم تو مون. ما خودمون میرویم. آقای تیمور رو به خانه دعوت کن. خوراک میخوریم، صحبت میکنیم. خیر خداحافظ. خدا رو شکر. خیلی جوان مردی خوب است. آدمی با فهم. رفتیم با ماشین شین. مرحمت. نمیدونم با شما چقدر تشکر بگویم. آسان وعده دادتان را بجا بیارید کافی است. بیمارخانه را نشان نمیدهید مگر؟ ها بله البته. مرحمت. دوغن چرا این کارا با من کردی؟ چرا؟ سرده گفتم من این ها رو با پالیس ببرم. سرده نمیدیم سری من آخری شما رو بپسونم فامیده. سرده نرد نمیگذارم. نمیپسونم فامیده. نمیگذارم. پسرم کاغذهای تو رو به هیچ کس نمیدهم. غم نخور جان مادر. سرهای تو رو هیچ کس نمیفهمد. هیچ کس به پسری من دست رسانده نمیتواند. هیچ کس. تشکر خانم سرمه. نمیارزد. از روزی که به محله آمدم خودم را تنها حس میکردم. لیکن باور کنید با شما شناس شده به خود آمدم. برای انسان از دوستی خوب بهتر چیزی نیست. رفتیم. باز اگر آن دوست زیبا و با فرهنگ باشد. نتیجه تشخیص های بیماری اتاق ششم را میتوانم گیرم. مرحمت. چی شد آقای عمر؟ با سنم گپ زدید؟ وای هنوز فرصتی موافق نآمده است. مرحمت آقای تیمور. اتاق بیمارون رو هم بینیم. پسرم کاغذهای تو رو به هیچ کس نمیدهم. غم نخور جان مادر. سرهای تو رو هیچ کس نمیفهمد. داغنی من با تو چی کار کردن؟ چقدر تو رو عذاب دادن؟ تو رو بغیر از یک درختی خشک دیگر هیچ کس نمیفهمید. وای کاغذ رو به من نمیدیم. ده گفتم ده. خوندیدم؟ خوندید؟ نگاه کنه در اینجا چی نوشته شده است. گوش کنه پسرتون چی کار کرده است. درختم من رو زنده نمیمونم. سرمه از من میشود. درختم یک بازی فکر کردم که حتی شیطان حیران میشود. سنم یک دیوانه است. اینها رو پسر شما نوشته است. پسر شما. اینش رو خونید. درختم امروز سنم را از خود کردم. تجاوز کردم. قصدم را گرفتم. اینها را پسرم را نوشته است. با دست خود نوشته است. از خود میفخرد. منو از خود کرده و سوی مرگ روان کرد. نفهمه و خود از پس سرمه میگردد. او من رو کشتنش را یک به یک نوشته است. خانه
یگر رومی است لعنتی خدا زدم مشکل میموردم خدا چه کار کنم پسرم ماما دید سلام بای حیاتی من رو سزون من حیاتی بای رو میسزونم فهمیدید باشه بای پلیس میروم سلام نه نمیمونم نمیروی شد اکنون با پسرم هیچ کس کاردار شده نمیتواند شد. تلفنش خاموش است. شاید در مکتب است. آمدید خانم همشیره؟ بله آمدم. احوال بیمارا چی خیلی است؟ بد نی آقای عمر همه خوبن. باز یک بار بینیم. الف چشمانت رو کشو جا نکن. اگر با تو یگان حادثه شود من چی کار میکنم؟ به تو زندگی کردن نمیتوانم. تو رو خیلی دوست میدارم. میدانم جا نکن. تو همه رو دوست میداری. چه خیلی که نباشی تو رو ترک نمیکنم. هیچگاه تو مردنم در نزد میستم. تو رو نگاه و پین میکنم. آقای دکتر گفتند که همش خوب میشود. همین که از بیمارخانه بر اومدی و پدرم میگویم که تویمان رو گذرانند. چشمانت رو کش و جا نکن. با شما چی شد آقای تیمور؟ یک زخمی کنه خانم سرما. بیاید اگر خواهید به اتاقم درویم. یکون چیز نوشیده آروم میشوید. رفتیم. مرحمت. نشینید. من دکتر سرما عدلی 2 قهوه فرستید. تشکر. اون جوان را دیدم و گذشته هم به یادم آمد. میدانید خانم سرما، من هم به دختری عاشق بودم. دوست داشتم الیف نام داشت. او را دیوانه‌وار دوست می داشتم. ما باید خانه‌دار می شدیم، لیکن میدانید چه شد؟ واقعی غیری چشم داشت. واقعی که چون کارد به سینه هم خرید. محبوبه من به دوستی از همه نزدیکم به شوهر برآمد. باز محض همان روزی که من به او لباس عروسی خریده بودم، الیف و من گفت تیمور من شوهر کردم. بله همین طور گفت. شوهر کردم. لال ماندم. نه انیخترش همان وقت مردم. تمام شدم. میفهمید تمام شدم. نفهمیدم. ما با سنم خانه داشتیم. مرحمت خانم سرما. من برای او را فراموش کردن به اینجا آمدم. برای در اینجا یک حیات نو برپا کردن آمدم که زخم دلم را با دل یگان کسی دیگر دوا بخشم. ببخشید شما را هم زیر کردم. نه تنها حکایتان خیلی غم انگیز. سردت مرو. سردت گفتم. تو خیال کرده که من تو رو اجازت میدهم؟ اگر لازم شود میمورم. ینگه به خود شما دیوانه شدید. دیوانه. به شما کاغذها رو نشان دادم. کارهای کرده پسرتون رو فهمیدید. من رو کشید. نگاه کنید به چه احوال آمدم. التماس من رو کشید. هیچ وقت. چیکار کردنتون رو میفهمید؟ سردت گفتم. کشید. تمام بیهوده جان نکن.
و حاضر برمیگردم. مرحمت. باز شما رو انتظارم آقای تیمور. از شناسایی با شما بر این کسی سخاوت من خیلی خوشحال شدم. مادرم شما رو به خانه دعوت میکنند. البته با جان و دل. مادر شما را من هم دوست داشتم. باور کنید در این خیلی وقت و زمان کس با آدمان خوب و باوریناک احتیاج دارد. برای التفاتتان تشکر خانم سرما. خدا یارتان. خدا حافظ. سنم دخترم. سنم عمر پسرم. سنم در خونه نت مگر؟ تلفن نکنم جواب نمیده. از مکتب هنوز ناآمده است به فکرم. من از مکتب اومدم و در آنجا نیست. سنم با کجا رفته باشد این دختره؟ میآید ینگه، هنوز بر وقت است. با مغازه رفتگیست. اگر اومد به من خبر است. مالش پسرم. مایلش. الو پدر، شما هستید؟ خوب هستید پدر؟ کی می آیید؟ شما رو خیلی یاد کردم پدر. بابایم خوب هستند؟ خدایا هنوز یاد نشدند؟ پدر اگر از دستم یکون چیزایید با بابایم سلام من رو رسانید. با خدا امانت پدر. خدایا توبه. سنم نخود. با داغن گپ زدم. امروز روز واخوری نبود. ما با تلفن گپ زدم. میدونی چی گفت؟ گفت که سنم شکایتش رو پس گیرد، مرا از حبس برارد، با او خونه دار می شوم و گفت که به هیچ کس نمی گویم، بین ما سر می ماند. گفت گوش کن دخترم، به نزدیک نبیره دار می شوم. بیا دخترم، بی عقلی نکن. کار شدگی شد، اکنون زندگی توی عمر و داغن نسوزد. می گویم دخترم. چی گفتی؟ اصلا میمونم و با پسری شما خانه دار نمیشم. اصلا فهمیدید؟ با اون لعنتی هیچگاه خانه دار نمیشم. حالا همین طور یک روی میکنی مایلش. این خیلی باشد من هم یک روی میکنم. یا که تکلیف مرا قبول میکنی یا تو را میکشم. یانگای فیردوس، یانگای فیردوس، یانگای فیردوس. لبه پسرم اومد. این مکتوب را به سنم شما دادید؟ نه پسرم، من از هیچ چیز خبر ندارم. چی مکتوب بوده است؟ غمی سنم را میخورم یانگا. این مکتوب را از خانه یافتم. شما او را ندیدید؟
نه امروز رو ندیدم. خدایا با کجا رفته میتواند؟ مایلش سلامت باشید. اوه دختری من برای مادرش چای دم کرده است. سلامت باشی. ها سرمه دخترم خوش آمدی. خوش باشید مادر جان. سعیده تو با حجرت درو کنی، من با اپات کمی گپ دارم. خوب شده است مادر جان. خوش آمدی اپا جان. خوش باشی. بیا دخترم گذشته شین. سرمه به من گوش کن. تیمور به من محقول شد. با خدا با یک هنر پیشه سینما مونند. باز آدمی با مدنیت. به تو هم محقول شده؟ میدونم محقول شد. من از چشمانی تو میفهمم دخترکم. چه ها میگویید؟ اول اینکه از کدام اولاد است نمیدونیم. دوم با خنده و صحبت کار حل نمیشود. فهمیدید؟ سوم اینکه من دختری بی سواد نیستم. میفهمید مادر جان؟ تو امروز چه تصمیمی که درباره من گرفتید تنها فکر خودتان رو کردید. نه اینکه فکری من رو کسی رو یافتید که به شما معقول است، نه اینکه به من. فهمیدید؟ با فکرم تمامش رو گفتنم لازم نیست. التماس این موضوع رو محکم کنید و دیگر تکرار نکنید. چه گپ شد؟ هیچ چیز نشده است. خوش آمدی حمزه. با دخترم گپ میزنید؟ مایلش گپ زنید. تو همه گفته های مرا فکر کن. مایلش دخترم. مادر و تو خوراک آوردم. بیا کمتر خور. خودت میدونی یک روی میکنی کردن گیر. من هم یک روی میکنم. یا گفته پسرم را قبول میکنی یا تو را از اینجا برآمدنی نمیمونم. ایستا با هیچ کجا نمیروی. ایستا سنم. اوه خدایا سنم. با تو گفتم که با هیچ کجا نمیروی. یک لحظه تو رو ممکن نگاه کن جانم. ببینم سلام نداده میگذاری. ببخشید امک قربان، سنم رو میکوبم. بیا اول به داخل بیا. آقای دکتر بیا. درا خوش آمدی. صفا آوردی. حمزه گوش کن چی میگویم. گپ زن. یگان دختر را از عائله خوبی و بد زود خاندار میشده است. تو چی ها میگویی؟ به خدا از مو دیده عائله خوبتری در این محله نمیوبد. دخترمون هم دکتر وی هم خواندگی است میگویند. اگر خواهد سرمه را فکر نکرده میدیم. همین طور نیست؟ تو چی ها میگویی حلیمه؟ با فکرم بچه ها افتیده عقلت رو هم افتاندی. دخترمون رو میدی کیس بای؟ حمزه درباره جوانی گپ میزنن که حیاتم رو نجات داد. آقای تیمور خدایا با سرما به یکدیگر چنان مناسبند که. صبر کن حلیمه.
وای آدم از کجا است، پسری کیست وای؟ هنوز نمیدانم. دانم چی می شود حمزه؟ و فکر من این خیل آدم دیگر به محله نمی گوید. از دست ندهیم می گویم. حلیمه، این لباس ها را برای طلبه های مکتب می دوزند. در تئاتر اسکر می شوند. جنگی چنکله را بازی می کنند. کودکان این وقت خیلی با عقل هستند. انشالله تقدیر در راهشان آب می پاشد و آنها به این کشوری مظلوم بخت می آرند. آنها کودکی بگناه هستند. محافظت کرده شدند. جانی را که محافظت میکنی به درویگی نمی شود. برای همین در باطن چه خیلی که هستند ظاهرم همین خیلی می باشند. نگاه کن، اکنون نمایش تئاتر میکنند. خرسک میزنن برای آنها. رگهای رقابتشان بیدار میشود امروز. به مانند خود نیو، به مانند آدمانی خرسک زن میشوند. قربانت شوم. آنها زودتر کلان شده، قهرمان شدن میخواهند، مثل قهرمان های صحنویشون. اکنون به من بگوی که این خرسک ها تا کی دوام میکنند؟ تا از صحنه برآمدن. حیات این دنیا برای دنیای دیگر یک صحنه است. در اینجا به انسان خرسک میزنند. انسان فریب میخورد، نمیداند که وی امانت است، یا اینکه فراموش میکند که در اینجا او را از بالا دیده ایستادند. از قلبمون چیزی که میگذرد دانسته شونده است. اما این نمایشات تا دروازه قبر است. وجدان انسان فانی است، لیکن فانی بوده را نمیخواهد. بی قوت است، بی قوت را نمیخواهد. هیچ کس است، لیکن حیاتی به آخر میخواهد. یک جایی میخواهد که کسی خلل نرساند. جایی راحت و شفقت، حرمت و عزت مثل جنت باشد. مگر این از روی وجدان است عزیزم؟ راستم که قربان، خوب میگویید. لیکن آخر این دنیا چی است؟ این دنیا هیچ است؟ این دنیا قدر و قیمت ندارد مگر؟ این دنیا سه روی دارد. روی یکم روی زیبای آفریده را نگاه میکند. این آینه زیبای روی او است. روی دوم آخرت را، قیامت را نگاه میکند. برای آدمی با اخلاص این رویش مثل زمین است. در اینجا کشت و کار میکنی، در آنجا حاصل میگیری. روی سیومش باشد، دنیا به خودش نگاه میکند. فانی است، می آید و میگذرد. نه دوست داشتن لازم است، نه عاشق شدن. اگر هم عشق و هم دوستداری در این طرف باشد، پس همین آن طرف را هم باید خورد. جوانی میگویی و من دیگر پیر شدم. مال و ملک گویی، غیر از یک پارچه کفن دیگر چیزی مگر میبری؟ زیبایی گویی، حاضر زیبا بعد از 50 سال که گذشت از تو چیزی میماند آیا؟ همین طرف نیست مگر؟ یعنی به نزد لیلا نیم که قربان؟ لیلا را که زیبا کرده است مولا نیم مگر؟ یا به نزد زیبا یا به نزد کسی که زیباگی را داده است. علمی خیر جانم، اگر به سوی لیلا به مولا روی یک خالگی میبینی، نه زیباگی لیلا گم میشود، نه لیلا انسان را ترک میکند. اما که قربان چنان گپایی میزنید که دست و پای کس شخ میشود. برای چه شخ شوند؟ تو آدمی درست شو، از محور حقیقت نبرو. وقت راست نمی رود، دعو زده می آید. امروز به تو ماتم می نماید، پگاه توی می شود خدا خواهد. لیکن از حقیقت کسی روی می گرداند چون چرخ گردان است، عاقبت باز به ترازی حقیقت می افتد. یعنی حاضر من قربانی گپها را می داند که می گوید عزیزم، قدر ندارد. لیکن دان که من از بزرگان خوانده به تو نقل می کنم. به همین نیت گوش کن، گوش کن، انشاءالله خدا به تو راهی برآمد را نشان می دهد. وگرنه این دنیا خیلی ظالم است، برای یک انگور 1000 لگد می زند، بیرحمانه می زند. تو دعا کن شد، دعا کن همه دروازه ها باز می شود. دعا کن، فقط دعا کن پسرم. عمر پسرم، سنم آمد؟ نه آمده است؟ در کجا باشده؟ چیکار کنم پسرم؟ خیلی زیق هستم.
هر وقتی که یگون چیزی بد شود همین خیلی میشود. خیلی میترسم عمر، خیلی میترسم. صدیقه تو با کی گپ میزنی؟ هاشم سنم در هیچ کجا نیست. به سرش یگون چی نامده باشد. صدیقه با من درباره سنم گپ نزن. آخر دخترم است. مایلش حضرت رو به بیمارخانه میبرم. نبیرم رو نجات میدهم. خیز نبیره جونم رفتیم. اما این نتیجه های تشخیص. تشکر. کمک کنید. نجات دهید. کودک رو نجات دهید. التماس میکنم. خواهدیر نشوید. همش نشوید. کودک رو نجات دهید. ایستد با اونجا ممکن نیست. خانم فردوس؟ خداوندا من تنها با روزیگی تو زندگی کردن میخواهم. کاری را که راضی نیستی کردن نمیخواهم. خدا جان به من دل دادی. دوست داشتنم. عاشق شدم خدا جان. به درون دلم آتش عشق افروختی. آن آتش دلم را سوزاند. خیلی سوزاند خدا جان. هر یک عشق از امتحان میگذرد. خدایا عشق من میگذرد میدانم. صبرم ده خدا جان. به من قوت ده. آمین. الو چی؟ حاضر می آیم. همشیره سنم در کجاست؟ خانم زنم کودکش رو گم کرد. چی؟ حاضر رو در کجاست؟ در کدام اتاق؟ آن کس نیستن. از اینجا رفتن. با اون کس فهموندم که ممکن نیست اما گوش نکردن. گفتن که به شعبه پلیس میروم. با پلیس؟ الو ینگای صدیقه سنم به شعبه پلیس رفته است. بیا. مرحمت. شما را دیدن میخوان آقای کمیسر. مرحمت خانم سنم. شکایت دارم کمیسر. از آدمی که حیاتم رو سوزانده است شکایت دارم. انا این نومه ها سنم یک لحظه آقای عمر. داغ نداری. مرا تجاوز کرده حیاتم رو سوزان. داغ نداری. من میخواهم که در حبس باشد. التماس تنها موضوع رو فهمونید. سنم شد تمام همه درست. خوب هستی دخترم؟ چی شد با تو دخترم؟ سنم چی شد با دخترم؟ آروم شوید مادر جان. آروم شوید دخترم. چی شد با تو؟ بس کنید. در خانه باغدار کسی که مرا تجاوز کرده است داغ ندلی میباشد. فهمیدن نامی بای حرامی داغ ندلی میباشد. چه میگوی دخترم؟ تو چه میگوی؟ در رختم روز سری سنم شدم و رو تجاوز کردم. انتقامم رو گرفتم. من رو دینده نمیمانم. سرمه از من میشود. همه خیلی بازی آفریدم که حتی شیطان حیران میشود. مادر سنم دخترم.
وقتی خوب شد و اتاقتون در روید من جمع میکنم. بیا خواهرم. کجا رفتند اینها کجا؟ علیا از تو میپرسم با کجا رفتند؟ حاضر میآیند تقا جون. هنه اومدند. فکرت مادرت کجاست؟ بگو کجاست؟ خوش آمدی فکرت. چی شد؟ از تو میپرسم مادرت کجا رفت؟ مادرم در خانه عمر در نزد سنم. چی؟ در خانه وی عمری بیشرف؟ پدر بس کنید. بیشرف این ما هستیم. ما عمر از همه آدمی با شرف دنیا است. تو چی ها میگوی فکرت؟ تو میفهمی چی ها میگویی؟ پدر کاری که ما کرده نتوانستیم عمر کرده است. من از شعبه پلیس میآیم. حقیقت معلوم شد. واقعا سنم را تجاوز کرده است. عمر خواهرم را یعنی دختری شما را برای شرمنده نشدنش به زنی گرفته است و فداکاری کلان را در حق من و شما کرده است. پدر اکنون بس کنید. گپ نزنید. عمر پسرم این خوبیت رو چخیل برگردونیم. چقدر آدمی خوب بوده ای. به مانند تو آدم هست مگر در دنیا؟ همه باید جمع شویم. همه رو فهمونیم. باید از سنم جدا شوی. اکنون خاندار بودنتون لازم نیست. سنم هم به من گفته بود به مانند زن و شوهر نی و خواهر و برادر زندگی کرده اید. بس ما هم میفهمونیم. هر دویتون رو آشتی میکنونیم. سنم به خود آید. همش خوب می شود. کودکش رفتانده است. باز این حادثه ها من به سرما می گویم. هم باز با سنم گپ می زنم که این کار را اکنون به آخر رسانیم. خودش هم این رو می خواست. سرما جواب آن را انتظار است. لیکن در این حالت نمی شود. سنم به خود آید خودش قرار می دهد. این خیلی بهتر است. این گپ باور کنید. راست میگویی پسرم، راست میگویی. یعنی سنم کودکش رو افتونده است. دخترم او رو دعای تو گرفت. باز چی هایی که به سرش نمی آید؟ مادر بس کنید. گوش کن حلیمه. دختر رو عذاب نده آخر. الو؟ ینگه حلیمه؟ تو رو گوش میکنم علیک. با سلما گپ زدن میتوانم ینگه؟ با سلما چی گپ داری؟ به گفتنیم که عمر بیگناه است. تو چی میگویی علیک؟ بیگناه است. همین خیل. این رو با سلما گویی. مایلش میگویم. تو غم نخور. البته میگویم. شب خیر. چه شد مادر جان؟ چرا باید گوید؟ وای در برای وی گپ میزند. آقای تیمور از آنها سرما رو پرسیده است. دخترم سرما گوش کن چی میگویم. سرما پگاه بگو آقای تیمور رو به خانه دعوت کن. بیچاره در محله هیچ کس ندارد. مادر پگاه روز یادبود شهیدان چنکله می باشد. ثروت در تئاتر نمایش دارد. به اونجا می رویم. خدایا من تئاتر رو دوست نمیدارم. واقعی چنکله شده گذشت. غیر از این من عمر رو انتظارم. عمر رو انتظاری؟ او با سنم گپ میزند. گپ میزند بعد تو با او خانه دار میشوی. مدرس این آدم بازیچه شده. مادر هنوز گپ نزده است. یعنی به من هم هیچ چیز نگفته است. حاضر فقط انتظار هستم. فهمیدید؟ اکنون مرا عذاب ندهید التماس. مایلش ما برای این گرفتن اجازت وزارت کشاورزی را انتظاریم. من در طرف شرقی محله در اونجا. سرما گپ زده میتوانیم. یک لحظه آقای تیمور.
بله تو رو گوش میکنم عمر. با سنم گپ زدید؟ احوال سنم حالا خوب نیست. باز یک چند روز فرصت میدی؟ آقای عمر با فکرم فراموش کردید که با من چی گفتید. برای جدا شدن کودک رو بهانه کردید. اکنون کودک نیست، یعنی بهانه نموند. اکنون برای زودتر تصمیم گرفتن یگان چیز شما رو من نمیکند. همین طور نه؟ مایلش گفته‌ات میشود. باور کن این را هر سیمان میخواهیم. گوش کن، یا خطا کردم یا کردیم. التماس این دفعه در محور حقیقت مانیم. همگی یک چند روز التماس. برای چی در این کار من باشم هر خیل گپا می شود و دیگر کس باشد هیچ چیز نمی شود. با من این خیل بازی نکنید آقای عمر. حقیقت را گپ زنید. سرما ببخشید آقای تیمور. بله آقای تیمور شما رو گوش میکنم. چه گردن بندی زیبا. اگر رد نکنید برای شما گرفتم. اما قبول کرده نمیتوانم. برای هدیهتان تشکر. التماس میکنم مرا نرنجانید. این به شما خیلی میزیبد. نمیتوانم. بگذار در روی میزتان ایستد. فکر میکنم که تصمیمتان عوض میشود. خوش باشید خانم سرما. تو این را قبول میکنی سرما؟ بگوی قبول میکنی؟ قبول نمیکنم عمر. تنها این حکایه بی آخری تو رو زودتر به انجام رسانیدن میخواهم. دیگر صبر و طاقتم نمانده است. میفهمی؟ گوش کن التماس با من گوش کن. اگر گوش کنم باز همون حکایه معقولت رو سر میکنی عمر. در وقتی دانشجوی بودنمون خیلی زیاد گپ میزدیم. شیطان خیلی فکرهای خوب میدید. همین طور نه؟ اکنون در یک دوم نهفته میگویم. دیگر وقتم رو برای تو صرف نمی کنم. ببخش بیمارون رو خبر گرفتنم لازم. خوش آمدی حلیمه. خوش باشی فردوس. شب خوابم نبرد. همه وقت تو رو فکر کردم. آه فردوس بیروزی. رحمت گذاره. سنم دخترم بیا یگان چیز خور. تشکر مادر جان. عمر به سرما گفته باشه. این چه خیلی میشود؟ این خیل کردن گیری از پای میافتی. خنی گیر خور دخترم. مادر چیکار میکنم؟ با فکرم گفته است نگفته باشد هم او شنیدگیست. چیکار میکنم؟ عمر با سرما خانه دار میشه. من چیکار میکنم مادر؟ خدا بزرگ است دخترم. همش فراموش میشود. به خونه میروم مادر. آه داغنی بدبختی من. تو رو خیلی عذاب دادم. آه حیف شد بچه. او رو خیلی دوست می داشتم. سبب همش عمر است. همش برای او شد. و محله اومد نه دختری مرا راحت گذاشت نه پسری تو رو. کار برش همین. باز او را آدمی درست میگویند. و خدا خیلی عصبی میشوم. و همش عمر گناهگار. داغن رو چقدر عذاب داد. تو را هم خیلی عذاب دادند خواهر. این عدلی ها ما را دوست نداشتن. نه تو را دوست داشتن نه مرا.
خدا به تو حیرانم فردوس. پسرت رو از دستت گرفتند، از دهانت نانت رو گیرند، هیچ چیز نمیگویی؟ تو رو نموندند که به خانه درویی. اگر با من این خیل میکردن دنیا رو به سرشون چپه میکردم. میلش نباشد، من رفتم. امروز همه اویلت به تئاتر رفتنی، دیگر کار ندارد. تو را دوست میدارم، برای همین میگویم. میلش، من رفتم. این خیلی راست نیستم. چنکله رو نمیگیرن میگویند. گرفتم نمیتوانند. از چنکله نمیگذارند. از چنکله نمیگذارید. ثروت، یک طرف است من گذارم پسرم. نمیگذارید. با این خیلی نگاه کنید. ندیرم در این دور زمان پول باشد شد، همه چیز را گرفته می شود. از دلت هم دست می کشی. تو با من درباره پول گپ زن ثروت. پول یک طرفی است. راه ده چی شد دخترم؟ چرا بازی نمی کنی ها؟ جان ای بابا. پدر، شرمنده شدیم در همه جا. خاموش. وعده دادی که گپ نمیزنی. گپ نزن. چرا به ما نگفت؟ چرا پنهان کرد؟ اگر میگفت گوش میکردی. به دردش دوا میافتی. میلش، از عمر جدا نمیشد نمیموندم. صدیقه، زنم جدا شد. وای آقای تیمور از کو؟ ماشی میلش جانم، میلش شوخی کردم، شوخی. бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. сурма خانم سرمه، مرحمت، شما را تا خانه اتان میبرم. تو азоби кашидаи маро кашумар. чизе ки ҳис кардам ҳис кун. баъд маро мефаҳмӣ. медонам ки кори кардам хуб нест. бале медонам. аммо мехоҳам ки дар оташи рашк бисӯзӣ. худоё, ман чӣ кор мекунам? иншоаллоҳ ягон хатогие намекунам. تشکر خانم سرما، مرا سرفراز کردید. وای، من در اینجا میفرایم. برای چی؟ من میبرم. التماس، فرامدن میخواهم. به این هم ماشین سواری رو خوش ندارم. خانه‌تان در اینجا است؟
التماس اجازه ده تا خانه‌تان برم. التجا میکنم. سلام. سلام. عمر برای همش منت دارم. تو از همه انسانی خوبی دنیا هستی. حقی تو رو چخیل میدیم. به خانه پدرم میروم. پگاه کارهای جداشوی رو شروع میکنیم. برای صبر کرده تشکر. سلام. اما جون ما میرویم. نمایش ما رو تماشا کرده نمیخواهید؟ مگر تماشا نمیکنم؟ بازی رو من انتخاب کردم، به تو نقش دادم. من دادم فرمایش. میدونم اما جون، البته میدونم. میگویم خام نخور. ثروت بیا میرویم. رفتیم بیبی جون. خیر اما جون. رفتیم. تو اگر خواهی دم گیر دخترم. یعقوب گفت نخواهد نباید. تشکر مادر جون. مایلش. بابایم نمیروم بیبی جون. به قهوه خانه رفت. کارم هست گفت چیکار داشته باشد نمیدونم. کنی میرویم. رفتیم. این عدلی ها تو رو خور کردند واقعا. حیات من رو سوزاندند. تو رو خور زور کردند. برای همه این جواب میدهند. سنم پسرم رو تو سوزاندی. جوابش رو میدی. اگر شکایتت رو پس میگرفتی، اگر با پسرم خونه دار میشدی، اگر پسرم رو ترک نمیکردی، این واقعه نمیشد. اما تو خواستی پسرم رو نابود کنی. من هم تو رو نابود میکنم سنم. تشکر. خانم سرما، ما می توانیم به زخمهای همدیگر ملهم شویم. احساس کردم که دل تو هم زخم دار است مثل دل من. ما با همدیگر خیلی مانند هستیم. تو را خیلی جستم، باور کن. تو را خیلی جستم، نهایت پیدا کردم. سبب اساسی در این محله ماندنم این تو هستی سرما. این محله رو برای تو شده دوست داشتم. ایستا می توانی تو جواب ندهی. تنها میخواستم که تو این را دانی. اگر تکلیفم را قبول کنی گردنبندی دادم را و گردنت آویز. من میفهمم. دخترم شما رو دیدم. آفرین بسرما. برای چی او رو به خونه دعوت نکردی؟ مادر التماس سر نکنید. گپ زن، فکر نکن که نمیفهمم. تو هم او رو دوست میداری همین طور نه؟ او به تو چی گفت؟ مادر خدایا من به تو چی گفتم؟ یگون گپی بیجور زدم مگر؟ لابای کاری به من ده؟ گنگای صدیقه. گبزن صدیقه. فهمیدم. مایلش ما هم میاییم. خداحافظ. مادر به شما چی شد؟ هیچ چیز نیست؟ الو؟ هاشم؟ چی شد؟ چی میگویی؟ مایلش میگویم. مایلش میرسونم. هاشم به همتون سلام میگوید. مادر جون چی شد با شما؟ این چی نغمه بازی؟ چی خیلی باز نغمه بازی؟ هیچ چیز نشده است؟ حلیمه به خدا که هیچ چیز نشده است حمزه. گوش کن. امروز در مکتب بچه ها نمایش دارن. ما را با اونجا دعوت کردن. زودتر تیار شو میرویم. خدایا چیکار میکنیم در اونجا؟ تئاتر بوده است. مادر جون امروز یک روز تاریخی است.
намоиш дар бораи ҳамин. Агар духтаронам бо хоҳиши ман хонадор шаванд, ана он рӯз рӯзи таърихӣ мешавад барои ман. фаҳмидед? алима тайёр шав. хуб шудааст. майлаш. фикрат ту ҳам ба бачаҳо ёрӣ расонд? الف کن اینجا بیا دخترم. چی شد به تو؟ خیلی در هیجان هستم استاد. یک نفسی چقور گیر. با صحنه برآمدی. تماشابین رو نگاه نکن. مایلش فکر کن که تو مادر هستی. پسرت جنگ میکنه. برای دیدن او آمده. آخر میترسم استاد. نه ترس الف. همش خوب میشود. اکنون رو. سلام اسکرهای من. خوش باشید اسکرهای من. لباس هایتان را آوردم. سروسی من نشوید به همتون میرسم. سلام بچه ها. ما با تئاتر میرویم؟ بله با تئاتر میرویم. راستی با تئاتر میرویم؟ بله. ما هم با تئاتر میرویم. رفتیم اما. چی خیلی هستیم؟ خوب هستیم. آقای هاشم. آقای تیمور سلام. من یک خانه میکاوم برای خریدن. شما را توصیه دادم که شما این کارها رو خوبتر میفهمید. آدمش رو یافتید آقای تیمور. کسی گفته است راست گفته است. من کارچلان خوب این محل هستم. این محل رو از من بپرسم. شما فقط پول را گپ زنید. پول را. مسئله پول آسان است. کاری آسان باشد در این دنیا همه کار آسان است آقای تیمور. خیلی که میگوید در این دنیا پولت رو نگاه کرده گپ میزنی. رفتیم و شما یک خانه رو نشان میدم. معقولتان میشود در این محله تنها به من باور میکنند. نشان ده خواهش میکنم. باز دیر نمانیم. رفتیم زودتر. خدا و تو حیرانم که دست پسرت رو از دستت گرفتن. از دهانت نونت رو گیرند هیچ چیز نمیگویی. تو رو نموندن که به خونه ندارویی. اگر با من خیلی نکردم دنیا رو بسرشم چپ میکردم. کنی بچه ها آماده هستید؟ بله پدر آماده ایم. آماده هستن فکرت؟ همش خوب است آماده هستن. بسیار خوب. خوش آمدید. نگاه کن شوهر تشکیلات چی شده است؟ کاش که سنم هم می اومد ینگه. کی سر می شود این نمایش؟ زیق شدم. حمزه کاش که آقای تیمور رو هم دعوت میکردیم. من حاضر می آیم. عمر سرما مرا میبخشد. البته میبخشد. من با او گپ میزنم.
نمیخواهم که از من رنجد. تو زیغ نشو سنم. میبینی همش خوب میشود. راو بچه ها تو را در پس پرده انتظار. سرما با گفتی؟ سرما برای چی قدر سراسیمه هستی؟ ما با یکدیگر دین شناس نشدیم کو. چند سال باز یکدیگر رو میدونیم. هر دویمون یکدیگر رو خوب میدونیم. باز در یک محله زندگی میکنیم. اکنون دیگر در زیر تهمت نمیمونیم. کمی باز صبر کن التماس. باور کن من همون عمرم. دیگر نشدم. فهمیدم عمر. چی گفتم خواستی فهمیدم. میبینیم عمر، این بازیتون تا کی دوام میکند. میبینیم همین طور عمر. شام بخیر. سبب به اینجا آمدنم این لباس‌های نظامی است که برای بچه‌ها دوخته آوردم. یعنی برای بچه‌هایی که چنکله را بازی میکنن. لباسی نظامی دوختم. آنها از من خواهش کردن که به صحنه برایم. پرسیدم برای چی؟ گفتن حکایه چنکله رو نقل کنید. درباره قهرمان‌های چنکله معلومات دهید. من هم خواهششون رو قبول کردم. چون که گپ درباره شهیدهای چنکله می رود. مگر آنها را یاد نکرده می شود. حاضر من با شما حکایه را نقل می کنم که از بابایم شنیده بودم. هر باره که بابایم این حکایه را نقل می کردن از چشمانشون اشک می ریخت. شما شنید بچه ها، شنید بذارید. شنید کم شید. این حکایه را با دقت همتون گوش کنید. هم برای شما و هم برای پدرانتون می گویم. قهرمان محمد نام داشت. او را محمد ساخی نیز می گفتم. وقتی که دشمن از یک طرف اناتولیا هجوم کرده می درآید، یعنی دشمن به وطن ما در آمدن می خواهد، محاربه سختی می شود. عسکران ما مردانوار می جنگند. آنها شرف و ناموس ما را حمایه می کنند. باید جزای این بی وجدان ها را دهند. انا در همین جنگ تن به تن محمد ما برای عسکران آب می کشند. الیف چی شد؟ برای چی گریه میکنی؟ آوازم معلمم، آوازم. چی شد؟ یعقوب نگاه کن، از هیجانی زیاد آواز الیف گرفت است. ما رو ببخشید معلمم. بابای چیکار میکنیم اکنون؟ این خبر آدم اومده است. الیف بازی نکند این چی نمایش میشود؟ خدایا چیکار میکنیم اکنون سنم؟ ساقی چی هست اما که قربان؟ گوش کنید بچه‌ها، اینجا جای جنگ است. در وقتش کسی که به انسان‌ها آب تقسیم کرد او را ساقی میگفتند. در همه جا صدای تیر و تفنگ، همه جا چنگ. صدای بلبلان در کجاست؟ صدای دریا در کجاست؟ با جای باران به سر کس تیر میبارید. محمد ساقی خزیده از دره برای عسکرها آب می آورد. مردم تشنه آب بودند. انا آقا من آب آوردم. قربانت شوم، آب نوش. میبیند که یک نفر تیر خورده است و آب میگوید. محمد ساقی دویده به نزدش میرود. آقا آب نوش، آب خنک نوش. یک روز در خندق‌ها آب تقسیم میکرد. یک آواز میشنود، یک آوازی که نمیفهمد. از بیرون خندق‌ها حیران میماند. صدای دشمن چه گفتنی او رو نفهمیده است. میبیند که خندق دشمن است. صدا از طرف خندق دشمن می آید و حیران میماند. میبیند که تیرپرانی از طرف دشمن خیلی سخت. محمد بیچاره حیران میماند. آخر دشمن خیلی دور است. لیکن دشمن یک بار تیر میزند، تیرپرانی میکند. محمد بیچاره چی کار کرده نشد نمیداند. ناخود سخنانی مادرش به یادش می آید که او گفته بود من تو را به خدا به امانت می سپارم. نترس، وظیفت را اجرا کن. هر یک پسری آدم آب خواهد به او آب ده. در چه احوالی که باشد، کدام زبانی که هست، کدام ملتی که باشد، به او حتما آب ده.
محمد ساقی گپی مادرش را به یاد آورده. سخنی مادر است باید اجرا کنم میگوید. از خندق برآمده غلیده به نزد عسکری دشمن می رود. آمدم آقا، آمدم میگوید. آب میدهد. عسکری دشمن حیران می شود. یک پسری مسلمان به او آب آورده است، هم با جانش را دریغ نداشته. خیلی حیران شده است. گریه کرده است. او را آغوش گرفته است. محمد ساقی گفته است به من اجازه ده برگردم. در همین وقت عسکرهای دشمن یک باره تا چپرانی میکنند. عسکری مجروحی دشمن باشد از جای یک باره میخیزد و خودش را پیش تیر میگیرد. نپرانید. این خیلی آدم باید زنده ماند. توسطی همین گونه آدم ها این دنیا پا بر جاست. محمد ساقی زنده مانده است اما که قربان. البته زنده مانده است. چه خیلی که باباهایمون گفتند زیباگیش همین که حتی دشمن رحم کرده است و او را نکشته است. به اینم اگر محمد ساقی زنده نمیماند دنیا نابود میشد، قیامت میشد. بچه ها شما هم اگر محمد ساقی نیستید حاضر برآمده به صحنه به آدم ها آب تقسیم نمیکنید مگر؟ که نجات خیز این دنیا به مانند شما بچه ها احتیاج دارد. کنی نشان دهید چقدر دشمن از چنکلی نمیگذرد. نشان ده کنی نشان ده نمیگذرد. نشان ده. چی کار میکنیم؟ الف نشود این نمایش رو بازی کرده نمیتوانیم. همه جمع اومده است. کنی متن رو به من سنم چی کار کردنی؟ الف نقش مادر رو بازی میکرده میتونه؟ من هم کمتر بازی کرده میتوانم. من بازی میکنم. سنم تو بازی میکنی؟ چرا نه؟ بچه ها پریشون نشون. امروز روزی تاریخی است. همین طور نه؟ این کی تمام می شود حمزه؟ سر نشده چی خیلی تمام می شود؟ این طور باشد کی سر می شود؟ سر می شود. شد حاضر سر می شود. سر می شود حلیمه از سر من نشد سر می شود. حسن بگوی با تو چی شد؟ هیچ چیز نشده است، همش خوب. شاید خیلی گرسنه ماندی؟ بله گرسنه هم ماندم. خیلی شکمم به پشتم چسبیده است. یک لقمه نان باشد که به دهان گیرم. طاقت کرده نمیتوانم سرجان، نمیتوانم. صبر کن، طاقت کن، التماس طاقت کن. به خاطر وطنم طاقت نکنم. در اینجا نیستید آقای تیمورخانه داریم؟ من بالاتر می آیم. معقولتا نشد؟ من بیشتر در نزدیکی محله شما می خواهم. مثلا در نزدیکی خانه دکتر سرمه. آنجا با من خیلی پسند است. مایلش میابیم. در این وقتی بحران اقتصادی مردم خانم را میفروشم گفته نوبت ایستادند. رفتیم. آقای هاشم با مکتب به نمایش تئاتری نمی روید؟ حاضر وقتی تئاتر است مگر احمق؟ من تئاتر را دوست نمیدارم. با من فقط درباره پول گپ زنید. تئاتر بوده است. چه تئاتر آقای هاشم؟ وای نمیره من در تئاتر مکتب بازی میکند. در این خیل وقتی سرکاری تئاتر میفرد مگر همین طور نه آقای تیمور؟ هر دوی بی بی هایش در آنجا
سرمه خانم هم همونجا رفته است، آنها همه در اونجایند. خیر چی شد آقای تیمور؟ به تئاتر میرویم آقای هاشم، مرا با آنجا ببرید. تو از کدام شهر هستی شهموز؟ از دیاربکر سرجانت. نامی پدرم احمد. همه جوانان اولاد ما برای حمایت وطن برآمدند. عمک ابراهیم و برادر خردیم سلیمان در یمن. من و عمک عثمان در اینجا در چنکله هستیم. این وطن همه ماست. اگر جان دادن لازم باشد جان میدیم. اگر مردیم شهید میشویم. اگر نمردیم قهرمان جنگ میشویم. این مگر شرف بزرگ نیست؟ مردن از بی وطن زیستن بهتر است. تو از کجا هستی ادریس؟ من در طرابزان تولد شدم. نامی مادرم فاطمه، نامی پدرم باشد میرزا. وقتی که من تولد شدم مادرم نامی بابایش رو به من گذاشت. در جای ما غیر از من 20 تای دیگر ادریس است. ادریس یکم، ادریس دوم، ادریس سوم، ادریس. حاضر از من نپرسید که من به اینجا چی خیل آمدم. از طرابزان با یک قایق نشسته آمدیم. ما دشمن رو به وطنمون راه نمیدیم گفته با اینجا آمدیم. حاضر از من نپرسید که من در اینجا چی کار میکنم. نمیپرسم ادریس، نمیپرسم. من دوتار منوازم. انا همین خیل. دشمن رو برعکس میداریم. بعد به آنها حمله میکنیم. به آنها میگویم که شما در وطن ما چی کار میکنید. کنی از اینجا برآمدن نیست شبه. دشمن پرانه چهر بچه ها پرانه نگذارد دشمن به وطنمون در آید. پرانه من جهت را خیلی دوست میدارم آقای تیمور. پرسید که چرا؟ در مکتب معلمه به من نقش رئیس را داده بود. تنها یک جمله داشت: کسی که پول میدهد قند و نبات میخورد. این در حیات به من لازم شد. برای همین تئاتر رو دوست میدارم. امروز در مکتب عید بوده است. نه خود نرویم، البته میرویم. غیر از این امروز در صحنه نبیره من بازی میکند، او رو تماشا میکنیم. چند روز باز در صحنه نقش دارم گفته بیزار کرد. کنی بینیم امروز چه بازی میکند. انا بینید به مکتبم رسیدیم. حسن اینجا با تو و با رفیقانت امانت. ما با دیگر خندق میرویم. فراموش نکن که از اینجا یگان عسکری دشمن نباید گذرا. نمیگذرد سرژانت. در رو برویشان نمیخیل راست میستند. از چنکله نمیگذرند. اجازت نمیدیم که گذرند. چنکله را نگاه میدارم. گوش کن حسن، حاضر حیران میشوی. میدونی کی اومده از به نظر؟ کی؟ مادرت اومد. راست میگویی؟ البته راست میگویم. بیاید خاله جان، حسن در اینجا. مادر؟ حسن پسرکم تو رو خیلی یاد کردم. من هم شما رو خیلی یاد کردم مادر جان. علیا این صنم است. برای چی به صحنه برآمد؟ شکری خدا سلامت هستی. برای تو رو دیدن از راهی دور آمدم. مادر جان با اینجا چه خیل آمدید؟ چمو باز تو رو در همه جا میکوبم پسرم. از همه تو رو پرسیدم در کجا از حسنی من. یگان کس در کجا بودنی تو رو نگفت. شکری خدا تو رو یافتم پسرک. مادر حسن پسرم نگاه کن رمالچه نامزدت رو آوردم. این رو برای تو دوخته است. رفته این رمالچه رو به حسنم دید گفت من برای بلبل دوختم با او برده دید. پسرم ایستو نخید از جای دخیست. دشمن میوید.
آنها را به وطنمان راه نمیدین. انا به شما انا پسرم ای حسنم تیر خوردم مادر. ای پسرکم پسر جونکم ایستو زخمت رو میبندم. گیرید مادر ببینید بروی مالچه گل کشیدم. این رو باعث دید میلش. پسر جونکم حسنکم مادر جونم گرسنه در شکمم یک گوریدم نان ندر اومده است لیکن تیر در اومد. مادر جون نشنوید بلبلون میسروین بچه ها بازی میکنن روی همه شاد است. جانی مادر گیره نکنید مادر جون گیره نکنید. بینید من گیره نمیکنم چون که شهید میشوم. خودتان گفته بودید برای شهیدان گیره نمیکنم. کسی که شهید میشود پیغمبرمون پیشواز گرفته و نزد موز میگیرد. به من کتابی قرآن میخونید که در آن خداوند گفته شهیدان را مرده است نگویید آنها دائما زنده‌اند. من هم نمیمیرم مادر جان من همیشه زنده میمونم. پسر جانم اکنون وقتی رفتنم اومد ببخشید مادر جان دیگر نمیتوانم. برای من گیره نکنید مادر جان من نمیمیرم چون که من همه وقت زنده میمونم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. پسرکم خوشگل بچم حسنم پسرم ما اومدیم نمانی باقی رسید. دیر موندیم آقای تیمور دیر موندیم. افسوس دیر موندیم. نه آقای حسین در وقتش آمدیم. سلام سلام. سلام. چه خیلی بود از تیاتر. نبیره من همه رو قایل کردم اینطوری. تشکر معلم. آفرین معلم. خیلی خوب بازی کردید معلم. من شما رو تبریک میکنم بچه ها. اکنون با داخل در آمد لباسهایتون رو عوض کنید. مالش رفتن بچه ها. تو پسرم رو نابود کردی. من تو رو نیست میکنم. ینگه فردوس به خود بیایید سلاح رو پست کنید. من تو رو میپرونم. سردیت گفتم. سردیت گفتم. شما دیوانه شدید. سردیت گفتم. سلام